سلام، من پرستوام. به یوتیوب من خوش اومدین. این اولین ولاگ یوتیوب منه. یه سری اتفاقات خوب داره برام میفته. گفتم فیلم بگیرم به عنوان یادگاری توی یوتیوب بذارم، شاید شما خوشتون بیاد. منو نامزدم صبحان قراره بریم توی یه خونه، یعنی همخونه بشیم. برای همین خیلی اتفاق قشنگه برای من. امیدوارم که قشنگ باشه، یعنی پشیمون نشه. امروز میخوام بریم یه خونه‌ای که همین جوری امضا کردیم و یعنی نقشه خونه رو دیدیم امضا کردیم. دیگه قراره بریم اون رو ببینیم. الان من پیش مامانم هم یه 2-3 ساعت رانندگی باید بکنم برم پیش صبحان، بعد بریم خونه رو ببینیم و اینا. با من همراه باشید. قضیه خونه میدونین چی شد؟ ما یه خونه رو دیده بودیم، یعنی از نزدیک دیدیم و اینا، امضا کردیم، ولی اون خونه زیاد باب میلمون نبود. ما دنبال یه ویو خوبیم که از پنجره ویو خوب داشته باشه. اون ویوش خوب نبود، زیاد نصف ویو داشت، ولی خب دیگه آپارتمان دیگه نتونستیم پیدا کنیم و اینا. بعد دیروز من باز وبسایتشون رو چک کردم. فکر کنم من امضا کردیم، ما قرارداد اینا رو بستیم، قرار بود فردا ما موو کنیم. دیروز من رفتم وبسایتشون دیدم یه دونه آپارتمان با چه ویوی، یعنی از طریق نقشه‌اش دیدیم، یعنی فقط نقشه ساختمون رو دیدیم که مطمئنا این یه ویو خیلی خوبی داره، کل خونه ویو داره. اونو دیدیم، گفتیم آقا ما اینو می‌خوایم. ما ندیده میگیریم، اینو امضا کردیم. امیدوارم خونه که میگیریم چیز باشه، یعنی پشیمون نشیم، چون قراره حداقل 2 سال اونجا بمونیم. اینو می‌بینید؟ وازلینه، بهترین باملر. بعد من زیر چشامم میزنم، تو زمستون خشک میشه، دور چشام چروک میافته، برای همین اینو میزنم خیلی خوب میشه. اینو ماشین اجاره کردم، ماشین خودمو دادم بره. کلا خیلی اتفاق افتاده. بعد یه 3-4 ساعت رانندگی کنم برم پیش صبحان، با صبحان بریم خونه رو ببینیم. امیدوارم براتون جالب باشه دیگه. حالا این ویدیو رو امتحانی میذارم، اگه خوشتون اومد باز ویدیوی ولاگای جدید میذارم، اگه خوشتون نیومد که این آخرین ولاگ منه. من همه وسایلم از خونه مامانم گذاشتم تو ماشین رو خودمو دادم رفته. بعد نگاه کن، این ماشینه رو ارزون ترین قیمت بود اجاره کردم برای 2 روز. دستم به فنا رفت. چمدونه یه جایش میخ داشت اینجاش. برم تو مواظب خودت باش. خب باش، حواستو جمع کن، درایو سیف کن. ما همه وسایل گذاشتیم دیگه، دارم آماده میشم برم. اینم میسوزه. امیدوارم پشیمون نشم دیگه. این موف کردن با یه کسی خیلی سخته. یعنی من خودم زندگی مجرد یا اینا، یعنی تنها بودن رو خیلی بیشتر با تنها بودن اوکیم، یعنی اصلا هیچ مشکلی ندارم. مثلا بعضیا میترسن از تنهایی یا حوصله‌شون سر میره اینا، نه من خیلی اوکیم. برای همین امیدوارم مثلا زندگیم بهتر بشه با صبحان وقتی مووین میکنیم و اینا. میگم به کوالیتی زندگیم اضافه کنه دیگه، وگرنه در غیر این صورت چرا مووین کنی. خلاصه اینکه امیدوارم پشیمون نشم دیگه. حالا ببینیم چی میشه. همون جوری که میدونین ما فکر میکنم کمتر از 1 سال نامزد کردیم و اینا. قراره اگر همه چی خوب پیش بره اول مووین کنیم، ببینیم میتونیم با هم زندگی کنیم یا نه. اگر اوکی بودیم که سال دیگه عروسی میگیریم. اگر هم که اوکی نبودیم خداحافظ. Only has USBs. Okay. No. دنبال شارژرم برای گوشی، یعنی گوشی رو به ماشین وصل کنم. همه سیمامم گذاشتم توی چمدون دیگه. حالا مامانم و شوهرش دارن برام سیم پیدا میکنن. There you go. Hopefully it works. Yep. Great. Thank you. That's for my car, huh? I need to buy for myself. Okay, go. All right. Bye. Bye. راه افتادم. خدایا به امید تو. باید پشیمون نشم از این تصمیم زندگیم. شما هم دعا کنید برام.
ببین از 4 ساعت نیم ساعتش رو اومدم، بعد گشنم شد، گفتم برای نهار رو بخورم، عجله نیست. نیویورک زیبا. نکنیم بیشتر نیویورک این شکلیه، اصلا اونجوری نیست که کلی برج و اینا داشته باشه. اون قسمت فقط منهتنه که کلی برج داره، ولی کل شهر این شکلیه، ساختمونای کوتاه، بعد زیادم نو نیستن هیچ کدومشون. مثل تهرانه دیگه. تهران هم که همش شیک نیست، بیشتر تهران هم همینجوری ساختمونای کوتاه و کهنه و ایناست. فکر نکنی این خونه ها ارزونه ها. این خونه ها هر واحدش، هر طبقهش حدود مثلا 7-8 میلیون دلاره یا بیشتر. مثلا بعضی از این خونه ها 3 طبقهش مثلا مال یک کسیه تا 20 میلیون اینا میره بالا. اصلا فکر نکنی ارزونن اینا. الو سمت کوچی اومدم. نه کجایی الان؟ پارک کردم اینجا، الان میام. میای تو پارکینگه؟ تو کدوم درشی؟ همین در اولیه. در اولیه. خب در اولیه که نه، این برم من. خب اونوری بیا. خب اوکی تو برو، من تو بیا همینو تو دیگه. همینه. بیام تو؟ اوکی. آره بس من برم تو بیا پشتم. سلام علیکم. دستی بکش قربش دستی. سلام علیکم. دستیو چرا بکشم؟ خب من برم وسایل رو بیاریم پایین. حسی داری دوران مجردی تموم شد؟ چه حسی داری؟ سمندی اومد. چرا دوربین روشن میشه ناز میشی؟ من دیگه دیشب رسیدم و دیگه خوابیدیم. این وضعیت خونه است، همه چی به هم ریخته است. الان هم داریم میریم خونه رو ببینیم چی امضا کردیم. اینجا رو میبینین؟ اینجا دوست داریم ویو ساختمون این شکلی باشه، یعنی از مثلا از توی خونه این ویو رو داشته باشیم. آپارتمان قرار اینجا باشه که اون ویو این ساختمونا رو هم داشته باشه، ولی طبقه 4 معلوم نیست ویو خوبه یا نه. حالا بریم ببینیم. Wednesday, we just want to see the unit because we leased it without saying. خوشحالی؟ مادر؟ زندگی مشترکم با شما شروع میکنم. معلومه که خوشحال میکنم. آدم توشه، آدم دارم کار میکنم. Oh, so sorry. Hello. You're the couple that just leased here. Just want to see it. So sorry. Thank you. Sorry. Sorry to bother you. No, that's okay. خوبه. Yes. دیدی از پایین قشنگ نه خوبه. این بالکنش. این بالکنشه. نه به همه چی اشراف داره. که اینجا اومدن خونه تمیز کنن و یه ذره آدم موظف بشه فیلم بگیره ازشون، ولی اینجا یکی از اتاقاشه. این یکی از اتاقاشه. اینم این لباسشویی داشتن توی آپارتمان‌های نیویورک پوان حساب میشه، چون خیلی هاشون لباسشویی ندارن. اینم یه اتاق دیگه. اتاقاش یکم کوچیکه ولی 2 تا اتاق دیگه. یه دونش که میشه اتاق خواب. اینم ویو از یکی از اتاقا. ببینیم اینجا چه خبره. اینم دستشوییشه.
این کدوم اتاقه؟ این تازه اتاق بزرگ است. کمدش برای لباس من کمه اینجا. اینم 2 تا کمد داره این اتاق که فکر می‌کنم من 2 تاشو بردارم. سوهان زیاد وسیله ندارم. یه اتاق دیگه است. حالا وسایل چیدیم یه دونه روم تور میذاریم، ولی اینم یه دستشویی دیگه. اینم ویو حاله. سوهان ویوش ولی خیلی قشنگ. میگم ویوش فکر کن شبم بشه. اتاقاش هم اینه. من از اتاقم دارم میگم برو بچسب پنجره. اینم ویو اتاقشه. همینجوری ندیده امضا کردیم. من راضیم. کاشکی فقط این خانوما نبودن. دارن تمیز میکنن که 2 روز دیگه آماده باشه خونه برای ما. زیبایی شمایی. بذار بیاد رود. من با این بلد نیستم کار کنم. چرا داریم میچرخه؟ نکن الان تو تا اینجایی. برو عقب برو عقب. سلام درست شد. بعدش هم بودم زیبایی شمایی. بذار زوم کنم. دیگه داریم برمیگردیم. خوشم اومد از آپارتمان آقا سوهان. مبارکمون باشه. سلامت باشیم. شرایطمو میگم 10:30 باید خواب باشیم. اگر سوهان نخوابه دیگه نباید بیاد بخواب. تختمو بخواب. من تو تا خودم باش. شرایط چیه؟ یه قانون بر من بذار آدم بده نشم من. شرایط من هم اینه که هرچی رو باز میکنی پشت سر جمع کنی. شلخته نباشی. من یه ذره مشکل شلختگی دارم. باشه سعی میکنم تمیز باشم. آهان وقتی من غذا درست میکنم تو بالا سر من نیای بگی مثلا اینو بریز اونو بریز، اینو کم ریختی اونو زیاد ریختی. اعصابم خورد میکنه. اعصابم خورد میکنه. هر روزم با هم بیای باشگاه. باشه. تو یه ذره تو هم یه ذره قانون بذار. الان همه میگن تو زن بدی هستی. هیچ وقتی الان تایم دارم مزاحم نشی. الان تایم یعنی 1-2 ساعت تنهاش بذارم. منو همینجوریم. یعنی دوست دارم 1-2 ساعت تنها باشم. بیشتر از 1-2 ساعت مثلا میرم تو اتاقم روی چیزی تمرکز کردم. شاید اون موقع نتونم با تو وقت بگذرونم. کرم نریزی. باشه. اتاق من جدا، اتاق شما جدا. میخوای اصلا جدا شی؟ الان که داری فکر میکنی میخوای 2 تا خونه جدا بگی. فکر بدی نیست. خب دیگه این ولاگ رو به پایان برسونیم. اگه دوست داشتین خب بهمون بگیم باز ولاگ بگیرم. اگه هم که دوست نداشتین این آخرین ولاگ من. چقدر سریع ناامید میشی. من قهر میکنم. پس بهم بگین که دوست داشتین یا نه. دیگه خداحافظ.